بنامین بعد از الحمدلله این طائف بعد از دو موقفی زیارتیمون از مسجد عبدالله بن مسعود بعد از مسجد عبدالله بن مسعود با چی آمدیم با همون موقعی که پیامبر صلی الله علیه و سلم رو طائفی در همون رو به سنگ زدن و در یک باغ از باغ‌های عتبه و شیبه در همون جا ایستاد و غلامی آنها عدس با پیامبر صلی الله علیه و سلم انگور داد و عارفونه انگور داد و پیامبر صلی الله علیه و سلم با بسم الله انگور را خورد و عدس در آنجا با پیامبری صلی الله محمد صلی الله علیه و سلم تصدیق کرد و ایمان آورد و در همونجا مسلمان شد. و بعد از این ما الحمدلله رفته ایستادیم با مصنع الورد و زواد عطر براری شهر طائف. انا با همون خب ما شاید نه پیش منچی بزن طائف خماشا کوئی بگم آباده ودی کوهستان کوهاش نبود اگه چی دارن سرانا طائف ببین طائف ما بگیم بالای کوه برآمدیم بعضی وقتا راه هم دیده نمیشه به خاطر که تمام بالای کوهش همه راه همه خیلی طرفی همو завод میره завод گلبراری گلا اینا همو بالای کوه میچینن و همه چیزا رو همو رستنی های خوشبو را بعد завод هم دهم بلندی کردگیان یک کمی نبی نامعلوم تر راه خیلی تمام بسیاره شاید این در ویدیو هم دیده شود روی تمام راه هم دقیق ندیدن که نمیتوانی چی نمیتوان فقط هم سه تفارو میتوانم برای همی استای میکن خداوند نصیب کنه برای من اتوبوس هم مستا رفته شده که تومان درخت اینه که شروع